بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام بر شما. امروز یک شنبه سوم شوال المکرم سال 1444 هجری قمری برابر است با سوم ثور سال 1402 هجری شمسی و مصادف است با 23 اپریل سال 2023 میلادی. توجه نمایید به مجموعه خبری این ساعت. در آغاز سرخط خبرها. جمع آوری نزدیک به 5000 تن از افراد معتاد به مواد مخدر با تلاش اداره محلی هرات. برداشت 500 تن محصول توت زمینی از 250 هکتار زمین در ولایت هرات. و جمع آوری 2 میلیارد و 946 میلیون افغانی عواید از سوی مصرفیات هرات. مشروع اخبار. اداره محلی هرات از جمع آوری نزدیک به 5000 تن از افراد معتاد به مواد مخدر خبر می‌دهد. به گفته والی این ولایت، آنان همچنان در تلاش ایجاد زمینه فن و حرفه به این افرادند تا پس از تداوی دوباره به این مواد روی نیاورند. مسئول اتحادیه کمپ‌های ترک اعتیاد نیز تاکید می‌کند که هماهنگی کامل میان مراکز ترک اعتیاد و مسئولان وجود دارد. شعیب جلالی گزارش می‌دهد. اداره محلی هرات از جمع‌آوری نزدیک به 5000 تن از افراد معتاد به مواد مخدر در این ولایت خبر می‌دهد. به گفته والی هرات، آنان همچنان در تلاش ایجاد زمینه فن و حرفه به این افراد هستند تا پس از تداوی دوباره به این مواد روی نیاورند. امید به خداست که بعد از عید سید فطر برایشان اداره محترم شاروالی، مدیریت مبارزه با مواد مخدر، اداره ریاست محترم کار و امور اجتماعی و غیره ادارات زیربط یک پلان بسیار قوی عملی علمی برایشان ترتیب بده که این مردم به طرف حرفه و فن و هنر بروند، از اینکه باز اینا بدون یک برنامه به جامعه آزاد میشن و خدا نکرده پس به بلوارها میرن. شهر ما را بسیار زیبا کردند این زحمت ها. اینجا یکی از کمپ های ترک اعتیاد در سطح شهر هرات است. در حال حاضر نزدیک به 500 تن از افراد معتاد به مواد مخدر در این مرکز تحت تداوی هستند. مسئول اتحادیه کمپ های ترک اعتیاد از تعهد کاملشان در امر تداوی و رسیدگی به افراد معتاد به مواد مخدر سخن میزند و تاکید دارد که هماهنگی کامل میان آنان و مسئولان زیربط حکومتی وجود دارد. یک هماهنگی خوبی داره مدیریت مواد مخدر، شاروالی، اوزها، ولسوالیا که هر روز ما جمع آوری داریم. یعنی جایی که اگر اینا تجمع میکنن، اوزها در جای اینا میگیره به مدیریت تحویل میده، مدیریت اینا رو به کمپای ترک اعتیاد در جای اینا ری میکنه، تقسیم میکنه. خدا رو شکر میکنم که من نابود نیستم، به بیبودی هستم. تشکر میکنم از مسئولین مواد مخدر، از امارت اسلامی، از مسئولین کمپ. خیلی تشکر میکنم از اینکه ما را از اون خونگی و یخی و مابین ورف و فهمیدی از دغدغه مواد ما ورگشتند، اما بیبود یافتیم. از سوی هم مدیر مبارزه با مواد مخدر در هرات اضافه می کند که تلاش‌هایشان همچنان در راستای رسیدگی و تداوی افراد معتاد به مواد مخدر جریان دارد. په ټول افغانستان کې د متحدینو راجمع کول دي چې هغه په اکثر ښارونو کې خصوصا په هرات کې ولایت کې اوس موږ 15000 کسان متحدین راټول کړي دي او په دې کې یو تعداد زنانه هم شامل دي. د دوی لپاره موږ ډیر کوشش کړی دی. این همه در حال است که در جریان نزدیک به 2 سال اخیر امارت اسلامی بیشترین تلاشش را در راستای جمع آوری و تداوی افراد معتاد به مواد مخدر به خرج داده است. مسئولان اداره زراعت هرات میگویند که سالانه از 250 هکتار زمین 500 تن محصول توت زمینی در این ولایت برداشت می شود. با گفته مسئولان، این محصول زراعتی بیشتر در ولسوالی های انجیل، زندجان، کرخ و گذر این ولایت کشت می گردد. در همین حال شماری از دهقانان در این ولایت از مسئولان اداره زراعت خواستار توجه و همکاری در راستای رشد و انکشاف این میوه شدند. محمد جمعه رضایی با گزارش در این مورد. ایواز راشدی یکی از دهقانانی که چندین سال می شود توت زمینی را به طریقه گلخانه‌ای آن در هرات کشت و برداشت می کند. وی می گوید که طرز کشت این محصول زراعتی را در کشور ایران آموخته است. آقای راشدی از مسئولان اداره زراعت این ولایت می خواهد
تا در راستای فراهمسازی سهولت‌های لازم از قبل کود کیمیاوی، تخم و به اجاره دادن زمین‌های دولتی به منظور کشت این محصول تلاش کنند. ما همین زمین همین گلخانه را مثلا امسال که ما اینجا توت کشت میکنیم، سال دیگه باید این انتقال بدیم در جای دیگه، زمین نو باید باشه. این زمین مریضه، مثلا ما هر سال به یک جای کشت کنیم از این حاصل به اون صورت گرفته نمیشه، باید این انتقال داده شود جای دیگه. درباره پلاستیک‌های ما مثلا ما اینا پلاستیکی گرفتیم 24 ماه ضمانت داشت، 7 سال سرزی کار کردیم، این مال روی خلاصیه. امسال مثلا ما یک حاصلاتی هم سعی نگرفتیم، خب بازم به خاطر خشکسالی حاصل زیاد ما گرفتن نتونستیم. اگر مثلا هوای خوب باشه، بارانی باشه، رطوبت باشه، بسیار حاصل فوق‌العاده ما از گرفتن میتونیم دیگه. و خواهش ما از ریاست زراعت همین است که مثلا امروز ما به حساب زمین، به حساب کود، به حساب پلاستیک همراه ما همکاری باید بکنه. از سوی هم شماری از فروشندگان میوه‌های تازه در این ولایت میگویند که توت زمینی به علت شیرینی و ارزان بودن آن علاقمندان زیادی دارند. میوه خوب است، این میوه وطنی است، این افتخار وطن ما و شما است. مردم زیاد میای وطن میوه است، باید خیلی مردم میگیره و میبره، اما ارزان تمام میشه برای وطن. در همین حال مسئولان در اداره زراعت هرات با بیان اینکه سالانه تا 500 متریک تن از 250 هکتار زمین توت زمینی از چندین ولسوالی این ولایت برداشت می شود، از تلاش ها به منظور فراهمسازی سهولت ها و رشد زمینه کشت این محصول به دهقانان این ولایت اطمینان می دهند. ریاست زراعت هرات همواره در قسمت ارتقای ظرفیت زارعین به خاطر احداث باغچه‌های توت فرنگی همیشه همکار بوده و سکتور خصوصی در قسمت به اصطلاح تکثیر توت فرنگی بسیار نقش کلیدی و بسزایی دارند. توت زمینی یک میوه زودرس و در عین حال ارزان و پرکاربرد بوده که از آن در تهیه مربا، شیرینی‌باب و به صورت میوه خام استفاده می شود. همچنان این میوه خاصیت ضد پیری، افزایش دهنده دید چشم، سلامتی استخوان و کاهش دهنده بیماری‌های قلبی و عروقی نیز می باشد. مسئولان در اداره مستوفیت هرات از جمع‌آوری 2 میلیارد و 946 میلیون افغانی عواید در سال مالی گذشته خبر میدند. به گفته آنان جمع‌آوری این مقدار عواید در سال 1401 40% تضعیف را در مقایسه با سال قبل آن نشان میدهد. شهروندان هرات نیز از این افزایش عواید استقبال می‌کنند و خواهان پرداخت مالیات در وقت معین آن هستند. باز هم شعیب جلالی گزارش می‌دهد. هرات در غرب افغانستان یک از ولایت‌های بزرگ کشور در حوزه اقتصادی. این ولایت به دلیل هم‌مرز بودن با دو کشور ایران و ترکمنستان نقش بزرگ در حوزه صادرات و واردات کشور دارد. به تازگی مسئول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این ولایت گفته که در سال 1401 هجری شمسی از طریق آنان نزدیک به 76300 تن انواع کالاهای مختلف و نوع به کشورهای گوناگون دنیا صادر شده است. در سال 1401 از طریق دپارتمنت صادرات و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات 76300 تن انواع کالای مختلف و نوع به کشورهای حوزه خلیج، اروپا، آمریکا و کشورهای همسایه صادرات داشتیم. د هرات ولایت سیمه‌ییزه اداره د صادراتو د زیاتوالي څخه هرکلی کوي او په دې برخه کې زموږ د تجارانو سره د پوره همکاري ډاډ ورکوي او موږ تاسو ته معلومه ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې زمینه د تجارت لپاره مساعده ده. از سوی هم شمار از تاجران و صادرکنندگان کالا نیز از تلاش‌های مقامات امارت اسلامی در امر فراهم آوری سهولت‌ها در سکتور خصوصی به ویژه صادرکنندگان استقبال می‌کنند. شرکت ما در سال 1401 هجری به مقدار 2000 تن میوه خشک وطنی که شامل مغز پسته، کرابیه، تخم هندوانه، جلغوزه، مغز جلغوزه، توت خشک و غیره صادرات داشته که به کشورهای ممالک اروپایی، امریکایی و آسیایی و آسیای میانه ارسال شده است. هر مسئول افغانستان که به هر کشوری صادر میشه به منزلی است که پرچم عزت، افتخار و خودکفایی افغانستان بزرگ در اونجا به اهتزاز در میاد. ما جا داره از همه تلاشگران عرصه صادرات که در این سکتور زحمت میکشن از اونها تشکری و قدردانی داشته باشه. باید گفت که قبل از این نیز مسئولان امارت اسلامی همواره از تلاش‌ها غرض بهبود تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور سخن گفتند.
مسئولان اداره برق هرات میگویند که عواید سال گذشته این اداره نسبت به سال قبل آن بیش از 30% افزایش یافته است. به گفته این مسئولان، افتتاح لین پنجم شهرک صنعتی، تبدیل مترهای آنالوگ و کمکار به مترهای دیجیتال، توسعه شبکه‌های ولسوالی‌های کشک رباط‌سنگی و کشک کهنه از جمله دستاوردهای این اداره در سال گذشته میباشد. محمد جمعه رضایی با جزئیات بیشتر. عواید اداره برق هرات در سال 1401 نسبت به سال قبل آن 5% از هدف تعیین شده افزایش را نشان می‌دهد. مسئولان این اداره با تایید این خبر میگویند که شبکه‌های برق ولسوالی‌های کشک رباط‌سنگی و کشک کهنه این ولایت را توسعه دادند. هرات برشنا در قسمت توسعه شبکه ما در ولسوالی رباط‌سنگی کشککانه خریجات ما برقدار کردیم که در ولسوالی رباط‌سنگی به خریجات بود که از سالهای قبل پروژه نیمه‌کاره بود. با همکاری مردم و محل و سعی تلاش مسئولین هرات برشنا قسمتی از خریجات ولسوالی رباط‌سنگی برقدار شدن، از این نعمت برق مستفید شدن. این مسئولان همچنان تاکید دارند که بر اساس قرارداد با دو کشور ایران و ترکمنستان در حال حاضر نیروی برق کافی وجود داشته و باید شهروندان این ولایت در فصل گرمی که برق بیشتر نیاز هست صرفه جویی کنند. پروسه جمع‌آوری مترهای آنالوگ یکی از جمله اهداف هرات برشنا که مترهای آنالوگ یا کمکار اونا به مترهای دیجیتال تبدیل میشه. پروسه از قبلا از فتح امارت شروع شده تا فعلا ادامه داره. و اشخاصی که مترهای اینا خراب هستن خود اونا مراجعه کنن قبل از اینکه کارمند برشنا بیای متر رو خلاص کنه یا خدا نخواسته به بیبرقی مواجه شه. او انشاءالله پروسه ادامه داره و ما کوشش میکنیم در این قسمت به تمام شهروندا و هموطنا خو خدمت صادقانه با وقت زمان و برق خانه اینا روشن کنین. این در حالی است که اداره هرات برشنا همواره تلاش نموده تا در اسرع وقت از قطعی برق و پرچوی ها جلوگیری صورت گیرد و شهروندان این ولایت به برق کافی دسترسی داشته باشند. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری این ساعت. توجه کنید به وضعیت هوای شهر و چند ولسوالی ولایت هرات. درود بر شما، شب بر همگی شما بخیر. توجه فرمایید به وضعیت هوای شهر هرات و چند ولسوالی آن. دوشنبه شهر هرات نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایینترین 17. غریان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایینترین 17. کرخ نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایینترین 15. و همچنین پشتون زرغان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایینترین 18. و در پایان مرور مجدد داریم بر سرخط خبرها. جمع‌آوری نزدیک به 5000 تن از افراد معتاد به مواد مخدر با تلاش اداره محلی هرات. برداشت 500 تن محصول توت زمینی از 250 هکتار زمین در ولایت هرات. و جمع‌آوری 2 میلیارد و 946 میلیون افغانی عواید از سوی مستوفیت هرات. بینندگان عزیز، از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری این ساعت سپاسگزارم. وقت بر همه‌تان خوش. خدا نگهدار.